هموطنان عزیز، همه شما را به مناسبت فرارسی ماه مبارک رمضان، ایام فیض و برکت، خیر و سخاوت، صبر و تحمل، بخشش گناهها و هدایت مردم به عملهای نیک و شایسته صمیمانه تبریک میگویم. و خاندان هر یک شما روزگار آباد و آسوده، سعادت زندگی و در همه کارها و فضیلت‌های انسانی موفقیت و کامیابی آرزو می‌نمایم. ماه شریف رمضان با حکمت‌های خود در تعلیمات دین مبین اسلام جایگاهی خاصه دارد، زیرا خداوند در این ماه صبر و تحمل، مهر و محبت و خیر و سخاوت را از میان دیگر عبادت‌ها انتخاب کرده است و به آنها مقام مخصوص داده است. در خاطر باید داشت که حکمت روزه ماه رمضان تنها خودداری از خوردن و آشامیدن و عبادت کردن عبارت نیست، بلکه در این ماه مبارک پاکیزگی باطن و ظاهر، دوری جستن از کینه و عداوت، اختیارداری نفس و بیشتر انجام دادن عملهای شایسته در جامعه جایگاه خاصه دارد. پرهیزگاری، سخاوتمندی به اطرافیان، دست نیازمندان را گرفتن، از روی توان و امکان کمک کردن به نزدیکان خود و انجام دادن دیگر عملهای نیک و ثواب از جمله ارزش‌های می باشند که در این ماه برای مسلمانان ثوابی بیشتر دارند. شخصی که در این ماه مبارک یک عمل نیک یا یک کار خیر و ثواب را انجام می دهد، مانند کسی است که 70 عمل فرضی را در غیر این ماه انجام داده است. مخصوصاً باید تأکید نمود که دین اسلام احترام گذاشتن به مقام و منزلت پدر و مادر را از جمله ارزش‌های بلند دانسته، خدمت به آنها را از همه عبادت‌ها بالا گذاشته است. به این معنی در حدیث آمده است که نیکی کردن به پدر و مادر افضلتر از نماز و روزه و حج و عمره می باشد. یکی از عملهای خیری که ثواب بیشتری انجام دادن آن محض در ماه شریف رمضان تأکید شده است، صدقه به یتیمان و معیوبان، عائله های بی‌سرابان و کمبضاعت و دیگر نیازمندان به شمار می رود. همچنین در خاطر باید داشت که طبق تعلیمات و احکام دین مبین اسلام به گرفتن فطر روزه در نوبت اول یتیمان و معیوبان و نیازمندان و عائله های کمبضاعت حقدار می باشند. در این بابت پیامبر گرامی فرموده است بهترین و با ارزشترین صدقه آن است که در ماه رمضان انجام گیرد. فراموش نباید کرد که
شرط قبول عملهای خیر انجام دادن آنها از روی اخلاص بوده. در اجرای آنها باید حد اعتدال رعایت گردد و به اسرافکاری و ظاهر پرستی و خودنمایی و زیاده روی راه داده نشود. خصوصاً رعایت انصاف در خرید و فروش مال و محصولات، خودداری کردن از آراستن دسترخوان سرخرج و استعمال از معیار زیادی خوراک سرغذا در این ماه بسیار مهم است، زیرا عملهای ذکر شده با ماهیت این ماه مبارک عموماً سازگار نیستند. باور دارم که مردم شریف تاجیکستان این حکمت‌های ماه رمضان را درست در نموده، با نیت نیک و قلب پاک و طاعت و عبادت مشغول شده، فضای صلح و ثبات و وحدت و همدیگر فهمی را در کشور عزیزمان باز هم مستحکم می‌گردانند. هموطنان گرامی، ماه مبارک رمضان به دوره آغاز موسم کشتکار بهاری راست می آید. این از هر یک ما تقاضا می نماید که با استفاده ثمرناک روزهای بهاری اهمیت اولین درجه داده برای اجرای سریوقتی و باصفت کارهای کشاورزی کوشش نماییم. با در نظر داشت وضع مرکب جهان امروزه که در نتیجه تغییریابی اقلیم، بحران‌های اقتصادی و دیگر عامل‌ها بسیار کشورهای دنیا با مشکلات نرسیدن مواد غذایی و بالاروی نرخ‌ها روبرو گردیدند. مسئله تأمین امنیت آذوقه‌واری کشور اهمیت مخصوص پیدا کرده است. در چنین شرایط استفاده عاقلانه و ثمرناک هر یک وجب زمین با مقصد افزایش حجم استحصال محصولات کشاورزی، تامین نمودن بازار داخلی و کاهش دادن وابستگی از واردات محصولات غذایی وظیفه مهم و مسئولیت ایمانی و انسانی هر یک ساکن کشور به حساب می رود. یعنی همه ما باید در حفظ امنیت آذوقه‌واری مملکت توسط زحمت صافدلانه، استفاده ثمرناک آب و زمین، تخم‌های اعلی صفت و رویانیدن حاصل فراوان سهمگزار باشیم. در برابر این وسعت کارهای کشاورزی، فراهم آوردن جایهای کاری نو، بنیاد باغ و تاکزارها و اجرا کردن عملهایی که به بلند برداشتن سطح زندگی اهالی خدمت میکنند، در دین مبین اسلام حکم صدقه جاریه را دارد. علاوه بر این ما باید با در نظر داشته وضعیت حساس جهان معاصر با مسئله صرفه سرشته‌کاری، راه ندادن به زیاده روی و اسراف کاری و ظاهر پرستی اعتبار دائمی دهیم. ما باید
در فکر اهل عائله، فرزندان و نزدیکان و پیوندان خود باشد. اینچنین تعلیم و تربیت فرزندان، صاحب علم و دانش و کسب و هنر گردانیدن آنها وظیفه و قرض هر یکی ما می باشد. زیرا آموزش علم چراغ است که در هر دور و زمان انسان را به راه درست و آینده نیک راهنمایی میکند. و اولین آیتی که در قرآن مجید نازل شده است، اقرا، یعنی تاکید به خواندن و از خود کردن علم می باشد. ما باید همیشه در خاطر داشته باشیم که تشویق فرزندان به علم آموزی و از خودکنی کسب و هنر، فرموده احکام دین و بهترین خدمت در تربیت نسل نورس و جوان به حساب می رود. دولت و حکومت مملکت در سمت آموزانیدن علم و دانش و کسب و هنر و نورسان و جوانان اقدامات زیادی را عملی کرده ایستاده است، ولی باید پدر و مادران نیز وظیفه مقدس خود را در تعلیم و تربیت و باسواد و صاحب معرفت گردانیدن فرزندان، یعنی به خاطر آینده با سعادت آنها اجرا نمایند. هموطنان عزیز، حالا کشور ما مرحله تشکل و تکامل دولت ملی را طی کرده ایستاده است. قانونیت بنیاد دولت ملی معاصر تقاضا میکند که هم ارزش‌های اسلامی و هم رسم و آیین‌ها و سنت و عنعنه‌های ملی باید در تقویت ثبات و آرامی و آسایش و سعادت مردم تاجیکستان قرار داشته باشند. امسال را ما با افتخار جشن مقدس و بزرگ ملی 35 سالگی صاحب استقلالی کشور محبوبمان، سال وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی اعلان نمودیم. این سال پر افتخار برای هر یک فرد جامعه امکانیت است که با زحمت و عمل سازنده خود در پیشرفت دولت و شکوفایی و آبادی وطن محبوبمان سهم گذارد. با این وسیله ما نه تنها جشن بزرگ صاحب استقلالی را تجلیل می نماییم، بلکه آینده درخشان کشور را نیز برای نسل‌های آینده بنیاد میکنیم. در خاطر باید داشت که کارهای آبادانی از جمله بنیاد و از نوسازی راه و پل‌ها، مؤسسه‌های طبی و مکتب و کودکستان‌ها به صدقه جاریه داخل می شوند و طبق تعلیمات دین مبین اسلام برای انجام دهنده آنها ثواب و ثمره زیاد را فراهم می سازند. هر یک شهروند کشور می تواند یک کار نیک انجام دهد، یک گوشه دیار را آباد سازد و حس وطن دوستی و افتخار از وطنداری خود را در عمل نشان دهد. با استفاده از فرصت
می خواهم منتداری صمیمی خود را به مردم شریف کشور، خصوصا صاحبکاران و شخصان سخاوت پیشه که در چنین کارهای خیر و ثواب سهمگذاری کرده هزارها انشاءات استحصالی و اجتماعی از جمله راه و پلها و مؤسسه‌های تعلیمی و تندرستی بنیاد کرده ایستادند بیان نمایم. ما را ضرور است که من بعد نیز صاف دلانه زحمت کشیم. فرزندانمان را در رویه وطن دوستی و وطن پرستی و حس بلند ملی تربیت نماییم و تاجیکستان را همچون وطن آباد و زیبا به نسل‌های آینده میراث گذاریم. ما باید همیشه متحد و سرجم باشیم و تمام سعی و تلاش خود را برای حفظ صلح و ثبات کامل کشورمان، آبادی وطن محبوبمان، رشد دولت صاحب اختیارمان و بلند برداشتن آبروی آن در عرصه بین المللی روانه سازیم. با امید آبادی و پیشرفت باز هم بیشتری وطن عزیزمان تاجیکستان بار دیگر فرارسی ماه مبارک رمضان را با مردم شریف کشور تبریک گفته و هر فردی ملت دل شاد و خانه آباد، وقت و اقبال بلند و صلح و آرامی ابدی آرزو می نمایم. ماه شریف رمضان مبارک باشد هموطنان عزیز.